سلامی پر از مهر و صمیمیت نثار شما دوستان و استادان عالی قدر. بنده هلالی صبر هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر نصرت الله بابایف بهر شما قرائت کرده باشم. مرد باش ای توده نامرد، مرد باش ای توده نامرد، مردها را از چه چشمی دیدنت نیست، مردها را از چه چشمی دیدنت نیست، تهمت نامردی از چی میزنی بر مردها، چشم عقلت را کشا هست بالای سری هر کس خدا، چشم عقلت را کشا هست بالای سری هر کس خدا. آن همه تاجی کشتنهای تو کم بود مگر، آن همه غصب زمینی تاجیکان کم بود مگر، که به شهر روز هم نیرنگ بازی میکنی، دم به دم تاجیک تازی میکنی. تنگی ما را گرفتی و بکردی ما نفس تنگ، تینج مردن چون نمیخواهی تو هر دم، می بیاری یک دلیل و صد بهانه بهر جنگ، بر سری ما میزنی سنگ. از تبار کوچیان زین سبب هم باید اکنون از سری آب کرفشان کوچ بندی، از سری خاکی عزیزان کوچ بندی، از زمین تاجیکستان کوچ بندی، از زمین تاجیکستان کوچ بندی.